هم نمیبینه میای با میگه گیلک. چطور کردی؟ چطور کردم گیلک کجا رسوندی؟ چیه؟ بشالی دیولا یک چکه من میخورم من توش نمیشم الان از سرا بیه مدیای نخوردی بیشتر شدم حالاست نشده او کتا همه بمانده تا زمین رسه کوچک داره اوه بیلا تیز دیگه کار کن ببرون تا پیش بابا بابار به گب نگیرک بیا کمی بدوز که پنجام را من قلبه که تمنه کار دار بابا جون راست نشده بابا نگاه اینا خلاصیه اوه بیلا سال بابا که چلوه همه خراب شده بابا خوره کرده چه کار کنه مرض داره مرض که میزنیم کنه بابا جون برین خیلی شما که دیر نشده که وقت بابا خیلی خوشنونه که بخوردیم پس بیاین دیگه بسر کار خوب وقت که بعد اگه بابا میشه نون رضا دم نندو بابا که رضا نندو بیتی چیزا بابا میشه نون دم بابا بنون خورده میرین شما یک چند دقیقه بشینیم اینجا گام گرم خب میره کنی وقت بابا جو بابا ساعت 3 کن 11 و نیم بجی روزه میگو بابا تا ساعت 12 و نیم ختم میشه ختم قرآن میره برات کار خوب حالا گیلاک چیکار کنم کی؟ گیلاک من نمیفهم بابا بابا شب اینجا کار کنه دیگه هم میری ها خب تو چرا میری خب بابا من انه خور میبرم شما کنون خور میخوریم بیری بشیم میایین دیگه پس اگه گیلاکی چی نگن دیگه نه بابا اگه بگم او هم خود میگه من میرم اگه خبر چه که ما میریم ختم قرآن اینجا یک دقیقه نمیسته که خب پس چی رقم کنی جلوتر از ما میره خونه نگیم بریم گیلاگو بیا یک صدا کو بیا بیا کار دارم بیا بابا بله بگیم من میرم به سرا نون میخورم بابا با میایم تو برو سرا نون خوره تو گپ دیم بابا باش بیا بیا اینجا بیا گیلک بیا اینجا گا بشی و جا با کچلوار جا کوتا گونی بابا میره به سرا نون میخوره با میای با تو برو نون خوره خب میاردی به من دیگه من اگشنی که خور بخوردم آورده نمیشد دیگه بابا برو به سرا بخوره تو سایکو بابا جو بابا جون کلوخای گلای رم بکه اینا که خوره خورده میکنه عدل مقبول خوره خوردار بابا خوره خوردار میفهمم خوره خوردار سیوا کنی چیچیلی آنی کار ننده عباس چیچیلی کار ننده عباس نه میندازم اینا چیچیلی کار سیوا کنی من خود جوش میدم من خوش دارم من جوش میدم ماما نسا گشت که چلو مقبول مندازم تا بابا بریم بابا جون سایکو گلو جو به اینا سرا دیگه کجا جا. میریم ها به سرا میریم سایکو سلام اینو تو جا کن میفهمی این چیزا ننده تاگینی تو خوبه. کنی کن مقبول ما خوبای بنده در جا کو دانو گنیارم بدو من میرم بوجیا خور میلیزم دیگه بابا خب بجا که بودختی خلاص که بکیدی بابا اینا رو جا کو بفهمی یالا نه دیگه چلوار با چای نونو چای که بخوردم بعضی من که بیام با تو برو نون نمیاریم ماما بیارم یا خودت با میرسم بیار کمی دو غم ماما بیار بیارم. چه دم رزق کو خیال ام رزق کو به دست عباس ری میکنه یا خمن نزیا خب به دست یالا عباس نکنی که چلوار با من به تو بگفتیم ایتی یک سنه پیش از نبردن خزی خوبه بریم بابا بیا بخیر بالا واسکن بشیش کی تو سایکو ما میرم بوجیا خور بدوزم برو نون حتما ماما بیار عباس ری میکنه نون به دست عباس ری
که چی؟ تو کنی گیلا کنم یخ کنی گلا گیلا دو بیا برام جو بیا یک دقیقه بیا بیا لالا بیا بیا با شیرینی توری از دهی لالا ما میدم برا بیا بار کو کچل همه پولای بدادیم ها 2 سال پیش بیار تو پولار بیام پیش کی بود بگی بگی گلک جو وای خلاصه خلاصه هم چی که جلو بر بگی گلک جو آفرین بگی صبر به پیار خود سلام بگو رادا سلام بگو که ها رمضان گفته این پولار ما میتونم بردارم رمضان گفته پولار 2 سال پیش شما بیامدیم بردیم بگی گلک بگو خیلی خیر بینید تشکر باشه گلا ها چه خوی چی بابا نون آوردین نون آوردم برات کی عباس نآورد نون برات کی؟ عباس نون بابا نآورد خوربا خوردم از گشنگی بابا نون کی آورد با ما بس شما نگفتیم میارم میگو کچلو با کجا کچلو درک نداره چی کچلو کجا کچلو ها همه چیز آمده همه رمضان اینه که میدون بار ما بیاوردی بینیم همه سالا خو بیا آمده اینجا حساب خراب شد سچرخی بیاورده خودم بره خود تکه خو همه چی چیلک خو بیا آمده کچلو 8 تا و نصف شده همه بار که با بیلا این دو خروار کچلو بار که بابو کی رمضان هم میدون بار ها امیدون بار که سچر خورده ها تو چی نگفتی بریو ما با گفتم چی گفتی بریو ما گفتم لالا گفته که ما پیارتو بخریدم پیلا خور بدادم مگو بابا جان با کجا خریده نه نه خریده مقصداری بیدم 8,500 آخه بابا گو 8,500 شما میگن بخریده قرضدار ما خو او گفته که پویا خور ما بدادن کو بابا جان 2 سال میشه پیش تخم کچلو آوردم میفهمی یا نه 2 سال میشه پیلای نبردین به می واسطه با این واسطه بیان دوباره شبا برده میفهمیدم اگه میفهمیدم میزدم اونا رو چپه میکردم چیچیلاکو که من یک بوس که حروم میکردم او چاقلون بند دیگه او همه مشون زرمه میکشید یا نمیکشید چم خلصه میکردم دیگه من برسم به خدم قرآن رفتم دیگه هم دیگه کچلوش کده نتونستی کجا شما که گفتی میرم سرا من به خدم قرآن رفتی بودم کی را دیگه عباس هم برفته عباس بتونو نو نه دیگه کی را دیگه کی میره مادر تام بره ایک نه کشف تحصیل ایک نه کشف دیگه تو بشک آبا تو نون میاره بیا بشک بیا بردار خود ندارم گیلک بیا بش بجا خو تو سیکو 2 سال راست میگه 2 سال میشن تخم کچلو متگه بیادم پولار نبادم اما بیام بار کرده ورده شو بود او هم مرتگه مالا بندی کجا میری گله؟ ها نون آوردم کجا میری؟ کجا نون آوردی سال چیه ولی تو بیا چیه؟ چیه ولی کاسه چیه؟ بخش چکار تالتو اینه گیلک با دیگه بخور میدم تا سر تو چه چه کاره که بخورم تا سر تو چیه ولی تو چی میگه؟ چیه ولی ولی کاسه بده چکار تو؟ چاره ولی با گگه نکن بخال قرآن تو چاره ولی ختم قرآن رفتی خو خبر رفتم برای برای که اخوره که دست داده نیست کنم مال خوناقه بخور بابا تو نون آورده با تو تارتو غلاف کنه اینجا بابا تسر رو میزنی تو چرا از سر زمین رو بیمیدی
خب بیا بریم به سر زمین تلون آوردم آخه گیلا اشتاق برنگ توشه سیکو تو خب بیا بریم دیگه خیلی نرمه با پیا خورده خلو خورده گیلا بابا چه کار کردی؟ چی کار کردم؟ مثل نون آوردم پرا بگر تو شروع کرده لد زدمه خودی کاسه به تا سر پیش شما وزه کن بابا سیاه شده همه زمر زد بابا که چی بگم هستی شما گفتیم به ختم قرآن رفتیم ما از اون بداره نمی گفتیم بابا دیگه خو نونا پس پینجگاه به کی آوردم دیگه بیاردم دیره اوچی بابا دیگه بری نو دیره آوردم خوش برای تو نگو دختره که نون برده ببره بری بابا کجا کردی؟ کچلو چه کار کردی؟ کچلو رمضان جان بیام دوباره کده بابرده کی؟ رمضان کدو رمضان بابا؟ هم که همه دوباره تخمه کچلو 2 سال پیش جلوی تر نآوردی بیدین 2 سال پیش بفروختیم برای او کلا کچلو خوب جوان بود نه بابا راست میگه شما که گفته بودیم از میدون باغ از دارم نکنم اون نفر آمده بیده خود برای گوجبی خوب آوردش ببرد با بیلا همه کچوال ببرده بابا این چی نیه هم 2 خرار کچلو بار کده آوردش ببرد بابا این همه گناه شمانه از یک نفر که پول میستونیم دیگه دل پول دادن نبریم نداری دیگه خدا آبار بیامرزه ها نمیتونه مرده کمی به سر زمین ها همه بار میکنم میبره چرا زحمت کنیم تا گونی کردیم بدوختیم ببرده چکار چند گونی برده ما چون 2 خرار کچلو بوده 2 خروار بله بابا چند گونی بوده میفهمی شما میفهم 8 9 گونی بار کده آوردش ببرد 8 9 گونی خب بابا بریم و میدون رو پیشی و خودی حساب کنه میشه شما طلب شه میشه دوباره او طلب شه مجبورم برم پیشی او لکه مردم اگه تا جمع میکنه پولای میدادیم بعد زمین ها نمیاد برات کچلوار بار میکرد میره کار خوبی نشد بابا بریم ما کچلو میچینیم بریم شما با کجا عمل برم کی میریم پس خب صبح میرم کاری بعد یک طلبکار دیگه بیا پیشمون لوکا کنه ور دارو ببر اینو من نمیفهم بابا شما از میاد تعجب از داریم ایت با شما بابا پس اون دیگه پس برم مسرا برم دیگه بگی جمع کو خودم دیگه راندمادگاه برده میشه بگی جمع کو بابا خراب میشه او ما میریم سو گیلک مون خورونه میکنم همه گیلک از پیش ما باج اسپر با تو خس کده برو همینا یک کبا جمع کرده میتونم